سلام، روزتون بخیر. امروز داریم میریم یکم پیاده روی کنیم. وقتی که هوا بهار شده خیلی خوش شده. گفتم که همونجور که داریم میریم پیاده روی یکم هم فیلم بگیرم برای شماها. ببین یه ذره نگاه کنین دور و برا. سلام علیکم، احوال شما، درود بر شما، درود بر تمام بینندگان. اینجایی که من اومدم تقریبا همه جاش مزرعه است. این موقع که میشه پرنده ها شروع میکنم به خوندن. صداشون الان بشنویم من ساکت باشم. البته صدای باد هم زیاده، باد زیاد میاد. همه جا سبزه، ابرام ولی تون تون دارن حرکت میکنن. نمیدونم بارون میخواد بیاد یا نه. یه دونه ویندمیل خیلی قشنگم اینجا هست. نمیدونم فارسیش چی میشه. از این چیزا که باد میزنه میچرخه. برگردونم ببینین. البته توی دوربین زیاد مشخص نیست. شاید حالا یه ذره بریم جلوتر معلوم باشه. دارم پشترمون میان. باشون کنین. تعداد زیاده. پس پلیز همه پست کنی؟ خبر میدن میگن پست کنید. اگه فرم الان پر کنی آنلاین من صحبت فرم میکنم. صحبت چی میکنم؟ چی؟ اینا در مورد چی حرف میزنن؟ پاسپورت پیکچر. پاسپورت پیکچر، عکس پاسپورت. چجوری چیپ کنم یا بعضی میره پیک بارا، بعضی میره رایدون نه؟ رایدون نمیره. گلای این خونه ها رو نگاه کنید چقدر قشنگ کاشتن. اینا گل لاله باشه، خیلی زیبا کاشتن. الان صبح نه بعد از ظهر شنبه است. همه تو خونه هاشونن، ماشینا پارکه، ریلکس کردن تو خونه هاشون، خلوته.
به آخر پیاده روی رسیدیم. سلامتی به 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 خوش بگذره. آقا وحید. تشریف بیارید. زنده باشید. تشریف قربون شما. خداحافظ شما. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، روز و شب هر جا که هستین. به قول یه نفر 53 دقیقه. آره فعلا خدا نگهدارتون باشه. ها رفت رو ایر دیگه. و اگه دوست داشتین ویدیوها رو هم لایک و سابسکرایب کنید. خداحافظ.